از رد چاقو و دواش بگیر تا واک زدن کفش‌های زارین امام حسین. زندگی این پسر شبیه فیلم سینماییه. اسمش ابوالفضل عربه، مردی با بدنی پر از زخم. ابوالفضل به زمانی توی ژاپن زندگی میکرد، اما نه به عنوان یه تاجر کارمند. اونجا توی درگیری خیابونی شرکت کرد، دعوایی که باعث شد چند سال زندان بره و حتی مدت زیادی رو تو سلول انفرادی بگذرونه. میگه یه شب تو زندان خواب امام حسین رو دید. از همونجا زندگیش عوض شد. وقتی آزاد شد و برگشت ایران، دیگه نه دنبال قدرت بود، نه شهرت، نه حساب بانکی پول. تنها چیزی که میخواست خدمت بود. خدمت به زائرای امام حسین. الان هر سال تو مسیر پیاده روی اربعین میشه دیدش. نشسته گوشه محکم با صورت خاکی داره کفشای زائرا رو واکس میزنه. همون دستی که یه روز شاید به خون آلوده بود، حالا بوی تربت میده. ابوالفضل میگه من امام حسین خرید با همه بدیهام. حالا تا زنده‌ام نوکرشم. و شاید عجیب باشه، اما خیلیا وقتی کفششون رو میده دست ابوالفضل احساس آرامش میکنن. به افتخار این بزرگمن لایک کنید و یک کامنت براش بذارید. برای دانستنی های بیشتر حتما مثل فکت رو دنبال کنید.